25 دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه جیهون با برداشتن پرده از روی لوحه رمزی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 53 را مورد بهره برداری قرار دادند. کارهای ساختمانی را متخصصان و بناکاران کوپراتیو تجارتی بهبود با استفاده از محصولات خوشصفت ساختمانی، رعایت استانداردهای بین المللی و طرح عنصرهای زیبای معماری انجام دادند تا در این بارگاه علم و معرفت کودکان و نورسان سالیانی زیاد با تعلیم و تربیت خوشصفت فرا گرفته شوند. محترم پیشوای معظم ملت، من مومنزاده زلقده، خواننده صنف 9A، گیرنده استیپندیای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اشتراکچی المپیادای فنی از فن تاریخ می باشم. با صمیمیت و احترام خاص منتداری خود را به شما برای بنیاد این مؤسسه دارای تمام شرایط سطحی بلند می‌رسانیم. ما از سال 2026 سال وسعت دادن کارهای آبادی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی یکدلانه استقبال می‌نماییم. در دایره این تدبیر مهم و سال تاریخی 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان وعده می‌دهیم که جهت بلند برداشتن هویت ملی و تشکل تفکر ذهنی دانش‌های معاصر را از خود می‌نماییم. Уважаемый лидер нации, мы, молодежь эпохи независимости, искренне поддерживаем вашу мудрую политику, в которой сфера образования занимает одно из главных приоритетных направлений. Мы понимаем, что развитие и процветание передовых стран мира стало возможным именно благодаря высокому уровню образования. Мы, молодое поколение, выражаем вам искреннюю благодарность за все заботы и за создание такого современного образовательного учреждения. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن صحبت با آموزگاران و خوانندگان اظهار داشتند که با فراهم گردیدن شرایط مساعد تعلیم و تربیت در تمام مؤسسه‌های تعلیمی عمومی کشور باید در مد اول نه مقدار بلکه صفت تحصیلات و دانش گذاشته شود. خالی آینده در کارتان میشود. دخترکان گرچند کلان شدین خدا وقت نصیبتان کند، لیکن سواد در کار، در اویلام، در روزگارداریم هیچ کی نشد فرزندانتان تربیت میکنه. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 53 ناحیه جیهون با استقبال جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده است. من مراد و آمینه گیرنده استیپندیای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اشتراکچی آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است از زمینه طی خواندن و از بر کردن آثار ادیبان معاصر تاجیک و المپیادای فنی از فن زبان و ادبیات تاجیک می باشم. ما شکرانه میکنیم که با توجه و غمخوری به واسطه سرور دولت، فیض و نصرت و برکت صاحب استقلالی تاجیکستانی عزیز صاحب چنین مکتبی خوش‌طرح و زمانه‌ای گشته ایم. منتداری خود را به پیشوای معظم ملت صمیمانه بیان نموده وعده می‌دهیم که با بهای خوب و اعلی تحصیل می‌نماییم و همچون شخصیتی برکمال به وای رسیده به خلق وطن خود صادقانه خدمت می‌کنیم. Я Хушвахта Мафтуна, ученица 11 класса, обладательница президентской стипендии, а также участница конкурса Иль-Фуруги Марифат по химии. Выражаю благодарность президенту Республики Таджикистан за отличную возможность и всестороннюю поддержку молодежи. В будущем я планирую поступить в Таджикский государственный медицинский университет имени Абу-Алим Сино в городе Душанбе на стоматологический факультет. После окончания учебы в институте я хочу служить своей родине и своему народу. Горжусь быть гражданином Таджикистана. مؤسسه تعلیمی مذکور برای 1300 خواننده در دو بست پیش بینی گردیده دارای 28 صنفخانه برهوا، مجلسگاه، تالار فرهنگی و ورزشی، آشخانه با 50 جای نشست، کتابخانه، بنگاه طبی و خانه‌های معتادی می باشد.
اطلاع دادند که در 34 سال صاحب استقلالی در کشور برای فرا گرفتن نورسان و جوانان با دانش‌های معاصر به معیارهای استاندارد بین المللی جوابگو، آموزش فن‌های دقیق، زبان‌های خارجی و تکنولوژی، بنیاد یک قطار مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و تعلیمی نو در سطح بلند راه اندازی گردیده شرایط تعلیم فراهم گردیده است. من صاحب قدم و حنیفه خواننده صنف نهم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 53 ناحیه جیهون می باشم. این همه پیشرفت ها و امکانیت های مساعد با دستگیری و سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان عملی می گردد. امروز مؤسسه ما با جایهای کشاد و برهوا، تجهیزات‌های زمانوی، محیط موافق تعلیم رشد کرده ایستاده است. این شرایط به ما دختران جوان امکانیت می‌دهد که دایره دانشمان را وسیع، استعدادمان را رشد و مقصدهای آیندهمان را روشن‌تر نماییم. من شای مردانزاده آیت‌الله خواننده صنف نهمی مؤسسه تعلیمی رقم 53 ناحیه جیهون می باشم. من می‌خواهم مینتداری خود را به پرزیدنت محبوب کشورمان محترم جناب عالی رسانم که در ناحیه جیهون چنین مکتبی با حشمت و زمانوی را ساختند. خار را گلزار کردی زنده باش، مشت را خیروار کردی زنده باش، خواب را بیدار کردی زنده باش، با تو مینازد وطن تو با وطن. تنها در سالهای 2024-2025 در نزد 52 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی ناحیه جیهون 91 صنفخانه علاوگی با 2275 جای نشست ساخته به استفاده داده شده است. من مرادا و صبرینه مینتداری صمیمانه خود را به اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان اظهار می نمایم که امروز برای ما یک بنای نوی تعلیمی را با تمام شرایط‌های معاصر تعلیمی به استفاده دادند. در جواب به همه غمخواری‌های سرور دولت وعده می‌دهیم که با بهای خوب و اعلی تحصیل نموده علم‌های زمانوی را از خود می‌نماییم. با هدایت‌های پدرانه پیشوای ملت آینده ما جوانان درخشان است. من اصلالدین زاده سمیه ما خوانندگان بلند اقبال دوران صاحب استقلال عزیز از صلح و آرامی و یک پارچگی کشور عزیزمان افتخار میکنیم و از غمخواری های پیوسته پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در سمت رشد معارف سرفرازیم. ما در جواب به غمخواری های پدرانه پیشوای معظم ملت با بهای اعلی خوانده بعد صاحب کسب گشتن به وطن و ملت خود خدمت میکنیم. در همین جا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان 16 انشاءات ساحه معارف را در ناحیه‌های جیهون، دوستی، پنج، قبادیان، شهر توس، ناصر خسرو و 3 کارخانه صنعتی را در ناحیه‌های دوستی و پنج به طور فاصلوی مورد بهره برداری قرار دادند. با استفاده دادن مؤسسه دولتی تا مکتبی معرفت در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 12 برای 400 کودک، مؤسسه تحصیلات تا مکتبی دانایک، بناهای نوی تعلیمی در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 شهرک دوستی، مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 دهات 5 و مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 دهات قمسنگیر ناحیه جیهون با فراگیری 1440 خواننده. بینای مأموری معارف ناحیه دوستی، بیناهای علاوگی در نزد مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی دهات جیلیکول، دهات خرمدیار و دهات نوزمین ناحیه دوستی، بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 9 با 1280 جای نشست و بینای علاوگی با 480 جای نشست در دهه همدلان ناحیه 5، بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 51 با 1400 جای نشست و مؤسسه تحصیلات تا مکتبی خصوصی برای
375 کودک در ناحیه قبادیان، بینای ایلوگی تعلیمی با 800 جای نشست در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 در ناحیه شهر توس و 2 بینای ایلوگی تعلیمی با 800 جای نشست در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 12 در ناحیه ناصر خسرو از آن شهادت می‌دهد که در کشور معارف از ساحه‌های افضلیت‌ناک اعتراف گردیده، ساختمان و بنیاد مؤسسه‌های نوی تعلیمی در همه شهر و ناحیه‌های جمهوری وسعت تازه پیدا می‌نمایند. اطلاع داده شد که همه انشاءات ساحه معارف با شرایط خوبی تعلیمی و کامپیوتر و صنفخانه‌های فنی تامین کرده شده است. در دایره عملی نمایی هدف چهارم استراتژی صنعت کنونی با سرعت کشور، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان همچنین کارخانه استحصال شیفیر با 45 جای کاری، کارخانه کارکرد پخته جمعیت دارای مسئولیتش محدودی سرمایه دوستی برای کارکرد 10,000 تن پخته با 35 جای کاری در ناحیه دوستی و کارخانه کارکرد پخته در پارک تکنولوژی اینواسیونی با 50 جای کاری در ناحیه 5 ولایت ختلان را به طور فاصلوی مورد استفاده قرار دادند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اقدام بنیادکارانه صاحبکاران را شایسته تحسین خوانده به مسئولان کارخانه‌های صنعتی دستور دادند که به صفت محصولات و کارکرد پخته توجه جدی ظاهر کرده در آینده دایره فعالیت کارخانه‌ها را وسیع و جایهای کاری را زیاد نمایند.